besser. ایرانه ایران wie bem faz um líder de lá. Olha, Irã e Bessa. فصل 5. وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می‌رسانیدند. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامدم. فصل 10. عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متی باجگیر، یعقوب پسر. فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند: به ما بگو کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد،
زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos 10. Deixa completa agora. فصل 10. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من میتوانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست. زیرا راهی که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می‌کند نشناختند و کوشیدند راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند. زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده می شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید می گوید در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است. زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. اما اگر به او ایمان نیاوردند چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید چه خوش است قدمهای کسانی که بشارت می دهند. اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشعیا می فرماید خداوندا چه کسی پیام ما را باور کرده است؟ پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است. اما می پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدند، زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است. باز میپرسم آیا قوم اسرائیل این را نمیدانست؟ قبل از همه موسی میگوید من به وسیله کسانی که حتی قومی به شمار نمیآیند حسادت شما را برمیانگیزم و توسط قومی نادان شما را به خشم خواهم آورد. و اشعیا با جسارت بیشتر میگوید کسانی مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسانی ظاهر ساختم که جویای من نبودند. اما درباره قوم اسرائیل میگوید تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.
A gente vai aqui, ó. Volta pro início. Tem esse 8 também, muito bonito. A respeito do Evangelho. Isso só um pouquinho disso. فصل 8. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی میباشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای nefsانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما Vou folhear aqui porque você já conhece evangélico, eu já tenho transmitido esse site. É só mexer. Mexer no site. Todo mundo já conhece. Eu já folhei várias vezes. Timóteo. نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس. به این سبب در وقتی که تو را دستگزار انجیل برای همه آشکار ساخته است خدا مرا برگزید تا در انتشار پولس رسول رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنج‌ها را ler, baixar, distribuir os evangelhos, distribuir. Apocalipse. Vou mostrar aqui o último capítulo 22 do Apocalipse que vai acontecer com a eternidade com todo mundo. فصل 22. آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق میزد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می‌شد و دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را میبخشد فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد. عیسی میگوید بدانید من به زودی میآیم. خوشا به حال کسی که به پیشگویی های این کتاب توجه کند. من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم و همین که اینها را دیدم و شنیدم در مقابل آن فرشته که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت نه چنین نکن،
من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن. سپس به من گفت پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به اعمال شریر خود ادامه دهد و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد. عیسی میگوید آری من به زودی میآیم و برای هر کس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند. آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان و بت پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال داوود و اختر تابان صبح هستم. روح و عروس میگویند بیا. هر شنونده‌ای باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید آب حیات را بپذیرید. این بخششی است رایگان برای هر کس که طالبان است. من به تمام کسانی که پیشگویی های این کتاب را میشنوند اعلام میکنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد و اگر کسی از این پیشگویی ها چیزی کم کند خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق می کند می گوید آری من به زودی می آیم. آمین. بیا ای عیسی ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. Amém. Eita, dia vai ser. Assim, dia glorioso, dia. Eita, que dia. Todo mundo salvo, problemas acabaram. Quando acabar, tem uns problemas tudo embora. Viveremos felizes para sempre. Salam aleikum. Estou gostando aqui, é para imprimir. Ó. Quem quiser imprimir, clica aqui para imprimir ó, as páginas. Só tem que ter a impressora, né? Porque fica aqui aumenta, ó, aumenta e diminui as letras. Aqui escurece a letra. Livro Apocalipse é tremendo, né? Ó, 16, tem aqui ó, um verdadeiro alerta, né? Aqui, só tem que saber interpretar. فصل 16. آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به 7 فرشته گفت بروید و 7 جام خشم خدا را به زمین بریزید. Tem que saber interpretar Apocalipse, que é um dos livros mais, para quem é novo convertido, tem que ler outros livros aqui. 1 João, livro de João é muito evangelístico e ensina muito sobre Jesus, esse aqui, né? Esse aqui é tremendo, esse aqui é muito importante para vocês todos terem. Lucas, Marcos, Mateus, deixa eu ver que tá aqui chutando. انجیل یوحنا باب 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را دور می‌سازد و هرچه میوه آرد آن را پاک می‌کند تا Só folheando no site. O livro de Salmos aqui é tremendo. Cadê Salmos?
João, Salmos, Provérbios. Provérbios tem muita sabedoria aqui. Salmos. Salmo 23 mostra aqui: o Senhor meu pastor e nada me faltará. مزامیر باب 23. مزمور داوود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا بر میگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم میگسترانی. سر مرا به روغن تطحین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. مزامیر باب 91. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث. به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. راستی او تو را مجن و سپر خواهد بود. از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد و نه از وبایی که در تاریکی می خرامد و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد می کند. 1000 نفر به جانب تو خواهند افتاد و 10,000 به دست راست تو، لیکن نزد تو نخواهد رسید. فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را مأوای خیش گردانیده ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید. زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نمایند. تو را بر دستهای خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سنگ بزنی. بر شیر و افعی پای خواهی نهاد، شیر بچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چون که به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده معزز خواهم ساخت. به طول ایام او را سیر می‌گردانم و نجات خیش را بدو نشان خواهم داد. 27 também, acho muito, todos eles são lindos, salmos. Ok, esse site aqui, esse link. مزامیر باب 27. مزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نیز اطمینان
خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. ای خداوند، چون به آواز خود میخوانم مرا بشنو. Pronto, eu vou lá, vou colocar outros, senão vai, não sei se o tempo vai dar tempo para... porque eu quero, aí é o Velho Testamento, agora, o Novo Testamento. Lá de cá. Aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira, رساله اول یوحنا باب اول. Deixa eu ver que livro é esse aqui. Eu cliquei, primeira e segunda João. Ah, tá. Primeira João, esse aqui é tremendo. رساله اول یوحنا باب اول. آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات. و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. و این را به شما می نویسم تا خوشی ما کامل گردد. و این است پیغامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می نماییم که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. اگر گوییم که با وی شراکت داریم در حالی که در ظلمت سلوک می نماییم دروغ می گوییم و به راستی عمل نمی کنیم. لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنان که او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. Tem 1 Tessalonicenses aqui. Cadê Tessalonicenses? Cadê Tessalonicenses? 1 João, Tessalonicenses, Pedro,
Tiago, Hebreus, aí aqui que é a letra bem grande, Timóteo, deve ser esse aqui. Aqui, a letra só não se sabe, porque bem sempre a gente estudou. نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان تعلق دارد. Aqui é dia. فیض و آرام شما مشاهده شده است. ای برادران، ما می‌دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است. زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت. 3, grupo 3, clica aqui, não quiser escurecer. فصل سوم. پس چون دیگر نمی‌توانستیم بیخبری را تحمل کنیم، تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم و تیموتائوس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد. Paz do Senhor, vou deixar aqui o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Salam, salam.